یه زن جوان بعد از ناپدید شدن شوهرش ادعا میکنه هر شب صدای اون رو از زیر زمین خونه‌شون میشنوه. پلیس چند بار خونه رو میگرده ولی هیچ چیز پیدا نمیکنه. تا روزی که یه هفته صدای ضربه ها از زیر زمین میاد. پلیس میگه هیچ کس اونجا نیست ولی من مطمئنم اون صدای شوهرمه. اسمش ناهید بود. 32 ساله، معلم نقاشی. یه ماه پیش شوهرش رضا بدون هیچ نشونه‌ای ناپدید شد. رد پایی ازش نبود. فقط ماشینش بیرون شهر پیدا شد. با باک خالی و در باز. پلیس گفت شاید فرار کرده، شاید هم تصادف کرده. ولی ناهید باور نداشت. اون میگفت رضا بدون خداحافظی از خونه نمیره. یه شب وقتی همه جا ساکت بود، ناهید از زیر زمین صدا شنید. 3 ضربه آهسته روی لوله. بعد صدای زمزمه‌ای که گفت ناهید پایین بیا. ترسید. زنگ زد پلیس. پلیس اومد و خونه رو گشت اما هیچ کس نبود. مأمور گفت یه چیزی خیلی عجیبه. در زیر زمین از داخل قفل شده. فرداش ناهید دوباره صدا شنید اما این بار صدا فقط اسمش نبود. صدا میگفت من این پایینم، کمکم کن. و بعد صدای خفگی، مثل کسی که سعی میکنه از دیوار رد بشه. ناهید با پتک زد به دیوار. گچ ترک خورد و از زیرش بوی تعفن بیرون زد. پلیس دوباره اومد. وقتی دیوار رو شکافتن جسد رضا اونجا بود. درست پشت دیواری که خودش ساخته. پزشکی قانونی گفت مرگ بر اثر خفگی حدود 1 ماه قبل اتفاق افتاده. اما یه نکته‌ای غیر قابل توضیح بود. اثر انگشت‌های روی دیوار از داخل به بیرون بود. انگار رضا خودش از اون طرف میخواسته بیرون بیاد. ولی ناهید گفت اون نمیتونسته اونجا باشه چون اون دیوار رو همون روزی ساخت که ناپدید شد برای من. چند روز بعد از دفن رضا ناهید تصمیم گرفت خونه رو بفروشه. وقتی کارگرها اومدن زیر زمین رو تعمیر کنن یکی از اونها یه چیزی پیدا کرد. یه ضبط صوت قدیمی پشت لوله ها. روشنش کرد. اولش هیچ صدایی نبود ولی بعدش صدای یک زن شنیده شد. صدای ناهید که میگفت رضا نرو، اگه بری خودم رود یه دیواری میسازم که همیشه همینجا بمونی.